سلام، با آخرین روز چالش 10 روزمون خوش اومدین. برای صبحانه امروز یه عدد نون توست و یه قوطی کبریت پنیر و یه مقدار گوجه و خیارشور. برای نهار قراره ماهیچه درست کنم و اینکه من ماهیچه هامو اصلا بدون روغن درست میکنم و اصلا بهش روغن نمیزنم. میچینم ته تابه با پیاز فراوون. هرچی پیاز بیشتر بریزین خوشمزه تر میشه. و چند تا حب سیرم میریزم، چون همینقدر داشتم دارم همینقدر میریزم. اگه بیشتر داشتم مطمئنا سیر بیشتر میریختم توش. و 2 تا گوجه ریز میکنم میریزم داخلش، چون که گوجه بوی ذهن گوشت رو میگیره. و زردچوبه و فلفل و یه نصف لیوانم بهش آب اضافه میکنم، چون گوشتم یخ زده است و خودش آب پس میده و آب میندازه. اگه گوشتم یخ زده نبود یه لیوان کامل بهش آب اضافه میکردم. میذارم شعله گازو. اول یه مقدار شعله‌ش رو زیاد میکنم، البته با در بسته. بعد که از خودش بخار داد شعله‌ش رو کم میکنم، میذارم با شعله خیلی کم آروم بپزه. من برنجم هم شستم و گذاشتم که خیس بخوره، چون که مهمون دارم، برای همین یه مقدار حجم غذایی که میبینیم بیشتر از حد معموله. ماهیچه‌م در حال پخته و حسابی خودش آب انداخته. ماهیچه‌م بعد 1 ساعت و نیم که پخت قشنگ برش گردوندم تا اون سمتش هم قشنگ بچرخه. ببینید چقدر قشنگ آبم انداخته و اصلا احتیاج به آب اضافه دیگه ای نداره. خب برنجمونم شستیم و خیسش دادیم، با نمک میذاریم که بره برای آب کشی. خب برنجم رو آبکش کردم و اینکه با یه مقدار زعفرون، آب و زردچوبه و یه مقدار خیلی کم روغن دارم ته‌دیگم رو درست میکنم. و چون یه مقدار دیر برداشتم برنج و یه کوچولو کال شده، آبش رو بیشتر کردم. اول یه مقدار برنجم رو میریزم و با مواد ته‌دیگم قاطیش میکنم. خب بعدم با ته قاشق چند تا سوراخ توش ایجاد میکنم که قشنگ دم بکشه. و به این موضوع هم دقت کردین که بدون روغن آب کشش کردم. روغن خیلی کالری برنج میاره بالا. دوستان مهمان داریم، مهمان کنه همه صابخونه هم ظرفان کشک بادم جون درست کرد. تارماشیمی رو نگاه کنید شما، به 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 چه تارماشیمی شده. اوی مامان بابا امجون مهراد بقیه جو زنمون با دخترمون توی کشیم. برای میان بعد عصرمونم من تصمیم گرفتم که اوتمیل رو روی گاز درست کنم، چون قبلا درست نکردم براتون و تو دلم بود. خب کم میکنیم با شعله کم. این تابه یه نفرم خیلی خوبه و کاربردیه و منتظم ظرف خیلی کم کثیف میشه. دو تا قاشق جلد و پرک رو
تفتش میدیم. دو قاشق سرخورد. بعد از اینکه یه مقدار تفت گرفت بهش شیر رو اضافه میکنیم. شیرم خیلیش اضافه نمیکنیم، مثلا 1/3 لیوان فکر کنم کفایت کنه، به حدی که قشنگ جای دو سرا توش باز بشه. اجازه میدیم یه مقدار جو توش بجوشه. خب قشنگ که به این حالت شهدار در اومد، ببین خاموشش میکنیم. هیچ وقت روی شعله مستقیم عسل نمیریزیم توی چیزی. خاموشش میکنیم و یک قاشق عسل بهش اضافه میکنیم. همش میزنیم. چون میان وعده است من انقدر کم درست کردم و برای صبحانه قطعا یه مقدار بیشتر درستش میکنیم. و با یه نصفه از هر میوه‌ای که دوست دارین، مثل سیب، مثل موز، مثل زردآلو، مثل گیلاس، میتونین تزیینش کنین. ولی انتخاب من کلا واسه رژیم، توی رژیم موزه و به نظر کاربردیه، چون حجم بیشتری از معده رو میگیره و بیشتر سیرتو نگه میداره. به اندازه یه قاشق کوچیکم کره بادام زمینی میذارم کنارش. اگه دوست داشتین میتونین به جای کره بادام از مغزیجات هم استفاده کنین. نوش جانت. اینم از آخرین روز چالشمون. ممنون که با من همراه بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. موفق باشین. روزتون بخیر.